اول یه لایه لاک ژلت رو بزن. بعد از اینکه خشک شد با استفاده از قلم داتینگ 3 توپ بکش. یه دونه رنگ آبی روشن، یه دونه آبی تیره و یه دونه صورتی. بعد از اینکه خشک شد داخل LED با استفاده از قلم طراحیتون میتونین قلم لاینر هم استفاده کنید. پایین اون گردی ها یک مثلث بکشید. اون مثلث اگه کم رنگ بود داخلش رو مجددا لاک ژل بزنید تا پر رنگ بشه و بعد بذارید داخل LED که خشک بشه. حالا با استفاده از پینت ژل مشکی یا لاک ژل مشکیتون یک طناب بکشید برای بادکنک ها. چند تا خط سفید بکشید، زیرش را هم نقطه سفید بذارید. میتونید از پینت ژل یا لاک ژل سفید استفاده کنید. بعد از اینکه خشک شد یه لایه تاپ شاین ژل بزن و بذار داخل LED. یه لایه لاک ژل پوست پیازیت رو بزن و بذار داخل LED که خشک بشه. حالا با استفاده از قلم داتینگ و لاک ژل قرمز 2 نقطه بکش و اونها رو با استفاده از قلم طراحی به هم وصلشون کن. داخلشون رو پر کن و به صورت یک وی انگلیسی بکش. بعد از اینکه این کار کردی بذار داخل LED خشک بشه و بعد یه لایه تاپ شاین ژل بزن. لاک ژل کرمی تو بزن روی ناخن و بذار خشک بشه. حالا با استفاده از قلم طراحی و چند رنگ لاک ژل ما شروع می‌کنیم به کشیدن مستطیل‌های رنگی. این مستطیل‌ها میتونه قدهای متفاوتی داشته باشه. بعضی از اونها بلندتر و بعضی از اونها کوتاه‌تر هستن. شما میتونید با استفاده از لاک ژل 2 لایه روی ناخن بزنید برای اینکه طرحتون پررنگ‌تر بشه. سعی کنید از رنگ‌هایی استفاده کنید که دیده بشه و هم توناژ هم نباشه. بعد از اینکه خشک شد این مستطیل‌های بلند شروع می‌کنیم به کشیدن خطوطی روی اون مستطیل‌های رنگی. بهتره که این طرح‌ها و خطوط رو با استفاده از لاک ژل سفید انجام بدید برای اینکه راحت‌تر دیده بشه. این طراحی یکی از کیوت‌ترین طراحی‌هایی هستش که میتونید انجام بدید. بسیار شیک و با سلیقه. برای کسانی که ناخن‌هاشون فرم‌های دیگه داره شما باید این ستون‌ها و مستطیل‌ها رو تعدادش رو کمتر بکشید. این ناخن چون مربع هستش شما 5 تا ستون کشیدید. بعد از اینکه خشک شد با استفاده از قلم طراحی و لاک ژل مشکی شروع کنید به کشیدن خطهای مشکی برای بالای شمعتون. حالا با استفاده از لاک ژل زرد شروع می‌کنیم به کشیدن شعله‌های شمع. برای اینکه حالت 3 بعدی بده به طراحیمون استفاده می‌کنیم از لاک ژل قرمز. اگه میخواید لاک ژلتون کم رنگ تر دیده بشه کمی لاک ژل قرمزتون رو با تاپ شاین قاطی کنید و روی اون قسمت زرد بکشید برای اینکه اون قرمزتون حالت شیشه‌ای تر پیدا کنه. این کار باعث میشه که خیلی شیک تر دیده بشه طراحیتون و یک نمای خیلی زیبایی بهش بده. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید ناخن رو بذارید داخل LED که کاملا خشک بشه و آماده بشه برای زدن تاپ شاین ژل. یه لایه تاپ شاین ژل بزنید و بذارید داخل LED. یه لایه لاک ژلت رو بزن و بذار داخل LED که کامل خشک بشه. بعد که خشک شد یه لایه تاپ شاین ژل بزن و به مدت 40 ثانیه بذار داخل LED. حالا نیاز داریم به یه رنگ کروم. من از کروم یونیکورن استفاده میکنم.
حالا شروع کنیم با یه برس کرومتون رو روی ناخن بکشید. بعد تمیزش کنید و برای اینکه کروم نپره یه لایه تاپ شاین ژل بزنید و بذارید دوباره توی LED. حالا نیاز داریم به قلم طراحی یا قلم لاینر و لاک ژل سفید. یه خط بکشید و داخلش رو پر کنید. حالا 2 تا هلال روبروی همدیگه بکشید و شکل فرنج رو ایجاد کنید. حالا با استفاده از لاک ژل قرمزتون شروع کنید به کشیدن پاپیون. 2 تا بیضی روبروی همدیگه بکشید و پایینش رو مثل روبان بکشید. به همین راحتی میتونید یک پاپیون داشته باشید. بعد از اینکه طرحتون خوش شد یه لایه تاپ شاین ژل بزنید. یه لایه لاک ژلت رو بزن و بذار داخل LED که خشک بشه. حالا با استفاده از قلم طراحی و لاک ژل قرمزت شروع کن به کشیدن فرنج. بعد از اینکه فرنجت خوش شد یک لایه تاپ شاین ژل بزن و روی خیسی اون 2 تا نگین بچسبون. یه لایه لاک ژل سفیدت رو بزن و بذار خشک بشه داخل LED. حالا با استفاده از قلم داتینگ و لاک ژل قرمز شروع کن به گذاشتن نقطه های کوچیک کنار هم دیگه به صورت ردیفی. حالا نیاز داری به قلم طراحی. با استفاده از قلم طراحی شکل وی انگلیسی رو بکش. خیلی شبیه به حرف وی هستش. این کار باعث میشه که اون شکل قلب رو به راحتی شما در بیارید. وقتی که همه قلب ها رو کشیدید و طرحتون کامل شد ناخن رو بذارید داخل LED که طرحتون خشک بشه. و بعد از اینکه خشک شد یه لایه تاپ شاین ژل بزنید. از لاک ژل جیگریت یه لایه بزن ولی داخل LED نذار ناخن رو. حالا با استفاده از قلم داتینگ و لاک ژل سفیدت روی ناخن چند تا خط مورب بکش. من توی این آموزش 2 تا خط مورب کشیدم، اما شما میتونین چند تا خط بکشید. حالا با استفاده از قلم داتینگ و لاک ژل نارنجیتون داخل نقطه های سفید نقطه های نارنجی بذارید. بعد نیاز داریم به یه قلم لاینر یا یه قلم طراحی که نازک باشه سرش. از وسط نقطه ها قلمتون رو عبور بدید. بعد از اینکه داخل LED خوش شد یه لایه تاپ شاین ژل بزنید و بذارید داخل LED.